من. من دوباره به کشور چین سفر کردم و امسالم به دعوت روز جهانی چوب برای این رویداد مهم به کشور چین اومدم و سفرمو از تهران شروع کردم به شهر گوانجو و فوجیو و پوتین که در این رویداد بسیار زیبا و مرفه از نظر هنری و تبادل فرهنگ و هنر شرکت کردم. اثری که من ساختم به اسم وطن اثری است کاملا فرهنگی، به ریشه در ایران کهن داره، چون که ما میدانیم ایران قدیمی ترین کشور دنیاست و شاهنامه فردوسی که به پاستاش زبان فارسی ایران هست، من نمادین شخصیت رستم قهرمان اسطوره‌ای ایران را ساختم که هویت وطن پرستی در وجود این شخصیت کاملا به قول معروف پیداست و حکایت ها از این داره که کاملا وطن پرسته و منشور کوروش رو ساختم در دستانش که این تبادل دو فرهنگ از ایران باستان بتونم در کشور چین نمادی از وطن پرستی و ایرانی بودن فرهنگ بزرگ ایران را به نمایش بذارم. من در کشور چین خیلی تجارب کسب کردم به خاطر اینکه واقعا اینجا اهمیت به مسائل فرهنگی در حوزه هنر خیلی بالاست و این گرد همایی هم که می‌بینید که در این رویداد شهر پوتین اتفاق افتاده اهمیت کار نشان میده که این همه هنرمند خوب داره و برای من که از ایران آمدم میتونه یه تجربه بسیار خوبی باشه که من بتونم این تجربه منبت و پیکرتراشی در حوزه تخصصی این هنر به ایران انتقال بدم و همون جورم انشالله که شایسته بوده باشم هنر ایرانی اینجا من ارائه داده باشم و این دوتا کشور به نظر من تو قاره آسیا، شاید تو دنیا، یکی از قدیمی ترین فرهنگ ها و کهن ترین کشورهای دنیا هستند. خیلی خوبه که ما بتونیم با هم تبادل فرهنگ و هنر داشته باشیم و امیدوارم که در برنامه‌هایی که من به عنوان نماینده روز جهانی چوب در ایران دارم بتونم این تجاربی که در این سفرهایی که در ارتباط با برگزاری رویدادها هست در ایران بتونم به نمایش بذارم و رویدادهایی که در ایران در آینده ما برگزار میکنیم بتونه سطحش به خوبی برگزاری این رویداد باشه. امیدوارم که این اتفاق خوب برای هنرمندای ما بیفته و چیز جالبی که من در این رویداد برام خیلی برد شد این بود که چقدر اهمیت به این هنر میدن و چه از نظر بیزنسیش و چه از نظر فرهنگیش و چه از نظر اون ارزشیابی هنرمندا که مسئولین این شهر یا کشور چقدر به این هنر اهمیت میدن و هنرمندان با اشتیاق زیاد و با او حس خوب و دیده شدن اینجا حاضر شده بودن. امیدوارم ما بتونیم تو کشورمان این اتفاقو به صورت این شکلی، به صورت ملی‌تر برگزار بکنیم و من امیدوارم که الان یه رایزنی هم اتفاق افتاده که بتونیم تو سالهای آینده از هنرمندان چینی در ایران استفاده بکنیم و این هنر تبادل هنر فقط یه طرفه نباشه که از ایران این چند باری که من از ایران به اینجا اومدم و بتونیم هنرمندان چینی هم به ایران بیاریم که از تجاربشان که بسیار هنرمندان ماهری هستند و از اون ذهنیت و تفکری که در این هنر دارن رو
ما بتونیم اونجا هم داشته باشیم، از این دوستان بتونیم استفاده بکنیم. در پایانم خیلی تشکر میکنم از دوستانی که زحمت کشیدن برای اینکه من امروز اینجا باشم و این اتفاق خوب رقم بیفته. امیدوارم که هنر ما یک هنر بین‌المللی هست ولی بین‌المللی تر بشه و ما مسئولین ما و دوستان هنرمندم خیلی جدی‌تر به این ماجرا نگاه بکنن و برون مرزی به این قضیه رو ببینیم و خیلی در یک چارچوب درست و استانداردهای جهانیش و بین‌المللیش. خیلی متشکرم که بنده رو دعوت کردن و از تمام مسئولین و دوستان روز جهانی چوبم بسیار سپاسگزارم. شیشیه